به همه دوستان سلام. در نوار نوبتی من درباره سبب پیدایش فصلهای سال معلومات می‌دهم. زمین در اطراف آفتاب با سرعت 29.8 کیلومتر ثانیه دور می‌زند. در دوام 45 دقیقه زمین بیشتر از 80,000 کیلومتر را طی می‌کند. اکنون دوستان به رسم با دقت نگاه کنید. در این رسم آفتاب و زمین تصویر کرده شده است. چه خیلی که دیده ایستادید، نور آفتاب به همه ارزها رسیده ایستاده است. در اینجا قسمتی زمینی که با رنگ سیاه‌تاب نشان داده شده است شب و دیگر قسمتش روز می باشد. خطی که با رنگ جگررنگ از قطب شمالی تا قطب جنوبی کشیده شده است خط مریدین اساسی است. با رنگ سرخ خط استوایی و با رنگ زردی به نور دایره های قطبی و با رنگ سیاه دایره های تروپیکی تصویر کرده شده است. این حالت زمین را نسبت به آفتاب برابری می نامند، برای آنکه در این حالت نور آفتاب به نیمکره شمالی و هم به نیمکره جنوبی یک خط رسیده ایستاده است. در این رسم در سیاره زمین در نیمکره شمالی بهار و در نیمکره جنوبی فصل تیره‌ماه حکمران می باشد. اگر زمین یک خیل همین طور در دوام سال در اطراف آفتاب دور زند، نه در نیمکره شمالی و نه در نیمکره جنوبی فصلهای تابستان و زمستان فرا نمی رسند. باید بگویم که 4 فصلهای سال در عرض معتدل ظاهر می گردد. در عرض تروپیکی باشد 2 فصل بارانی و خشکی را فرق می کنند. در عرض ارکتیکی زمستان دراز و تابستان کوتاه به وجود می آید. اکنون دوستان به این رسم دقت کنید. چه خیلی که دیده ایستادید، قطب شمالی زمین با کنج 66.5 درجه به طرف آفتاب مایل شده است. در این حالت در نیمکره شمالی فصل تابستان و در نیمکره جنوبی فصل زمستان حکمران می باشد. باید بگویم که دایره‌های قطبی در عرضهای 66.5 درجه و دایره‌های تروپیکی در عرضهای 23.5 درجه جایگیر می باشند. اگر با دقت نگاه کنید می بینید که دایره قطب شمالی در منطقه روز و دایره قطب جنوبی در منطقه شب قرار دارد، یعنی در ارکتیکا تابستان و در انتارکتیدا فصل زمستان فرا رسیده است. زمین باز از نو به حالت برابری می آید و در نیمکره شمالی فصل تیره‌ماه و در نیمکره جنوبی فصل بهار فرا می رسد. زمین بعد باز به طرف آفتاب مایل می شود، لیکن اکنون چه خیلی که دیده ایستادید، قطب جنوبی زمین با کنج 66.5 درجه به طرف آفتاب مایل شده است. در این حالت در نیمکره شمالی فصل زمستان و در نیمکره جنوبی فصل تابستان فرا می رسد، یعنی دایره قطبی شمالی در منطقه شب و دایره قطبی جنوبی در منطقه روز جایگیر می شود. بعد باز زمین به حالت برابری می آید و این روند هر سال تکرار می شود، یعنی در یک سال زمین نسبت به آفتاب 2 مرتبه در فصلهای بهار و تیره‌ماه در حالت برابری قرار می گیرد و در فصلهای تابستان و زمستان قطب‌هایش با کنج 66.5 درجه به طرف آفتاب مایل می شوند. چه خیلی که فهمیدید سبب پیدایش فصلهای سال این تغییر یافتن حالت زمین در دوام دور زدن در اطراف آفتاب می باشد، یعنی با کنج 66.5 درجه مایل شدن قطب‌های زمین به آفتاب در دوام سال، یعنی در مدت پوره در اطراف آفتاب دور زدن زمین 4 روز جالب دقت است. 21 مارس و 20 سپتامبر برابری شب روز، 20 ایان روزی درازترین در نیمکره شمالی، 20 دکامبر روزی درازترین در نیمکره جنوبی. اینجا نوار نوبتی ما به انجام می رسد. چه خیلی که شاهد شدید، گئوگرافیا فنی خیلی شوق‌آور است. از این خاطر اگر خواهشی آموختن این فن را داشته باشید می توانید به رقم 992 917 22 28 84 زنگ زنید. در آخر آبونش را فراموش نکنید. سلامت باشید. خیر.